متشکرم. برنامه سفر سبز هست و من مسافر این سفر سبز هستم که در حال حاضر وارد یک تونل بسیار بسیار خطرناک و در حال ریزش شدم. اینا سردار روداری اینجاست. سردار آماده ای بریم؟ حالا کجا بریم؟ شما اگه بفرمایید ما در خدمت شما هستیم. بر من بفرمایید. باش. خب سوال اولم اینه که با توجه به این وضعیت گرونی و تورم و ترافیک و وضعیت آب و برق و خلاصه همه چی و اینا، اوضاع نظام تو نظر مردم چجوریه؟ چیه؟ حالا الان تو اول راهیم ها، مردم الان ناراحتن یا خوشحال نیستن چون اول راهیم دیگه. درست. خب بسازیم طول میکشه. شما خونه هم موقع بسازید 3 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه. آره خب طول میکشه دیگه. حالا شما از چه طریقی میخواید این مسائل حل کنین؟ خب از طریق بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، استفاده از دورگه‌ای، یعنی انرژی دورگه‌ای. مثل چی؟ مثل مقام عظما که سمبل انرژی دورگه‌ای هستند، یعنی هم میخورن هم میکشن. قیافش هم که تابلوه. خدا وکیلی من از این میترسم که وقتی مقام عظما میاد تو تلویزیون همه بفهمن عمل داره. اینو ما میفهمیم، دنیا فهمیده، ما هم میفهمیم. خب میگم حالا که همه فهمیدن، من و شما هم که فهمیدیم، من و شما هم بریم تو بیت ولایت یه تنی به دود بزنیم. نظرت چیه؟ الکی که نمیشه که. نه من نگفتم الکی. بریم یه بهونه جور کنیم، مثلا میریم تو دفتر مقام عظما میگیم ویزیتور زغالیم، زغال ویزیت میکنیم برانور. همینجوری نیست که هر کی بره توش هر کاری بکنه. خیلی سختگیری میکنه. بابا چی رو سختگیری میکنن؟ بعد تو چی کاری؟ خب ما که کاری نیستیم، پلیسیم. خاک بر سرت. این همه ریش سفید کردی، درجه به خودت چسبوندی، بعد کاری نیستی؟ آدم نامربوط، لااقل حرف میخوای بزنی یه چیز بارک از امام راحلمون بگو. امام راحل ما میفرمایند عبور از چراغ قرمز حرام است. امام گوجه فرنگی قرمز است. ما را بکشید درازتر میشدیم. امام را برش کن وقت برنامه تموم شد دیگه. واقعا آقا یه درخواست بده از برنامه ما، یه درخواست بکن ما باید اجرا کنیم. این انیمیشن های ما رو حضرت عباسی بگید شبکه‌ها مجانی پخش کنن، نرخ ما رو نشه. آقا چرا قسم میخوری قربون شکلت برم؟ انیمیشنت هم مجانی پخش میکنیم. آقا ما خداحافظی ناتو شما پخش کن. بابا تو خیلی تاب داری اینجوری.